سلام به تمامی اسپارتان آرمی. من قبلا توی یه پست بهتون گفته بودم که قراره به زودی سری جدیدی شروع کنیم به اسم The Game IMDb. قراره که توی خیلی بخوام کوتاه و مختصر بگم، خیلی وقتتون رو نگیرم. قراره که توی این سری انیمیشن ها، انیمه ها، سریال ها، فیلم های سینمایی، گیم ها، هر چیزی رو بیاریم و به هر کدوم نمره خاصی بدیم از 1 تا 10. پس با ما همراه باشین. این من، این شما و این اولین پارت The Game IMDb. اول از همه توی پارت اول شروع میکنیم از انیمیشن های قدیمی که ما خیلی دوستشون داشتیم. همچنان قدیمی نشدن، هنوزم طرفدار خودشونو دارن و ما خیلی دوست داریم این انیمیشن ها. خیلی خوب، میریم تا نمره بدیم بهشون، نمره خاص خودشونو. شروع میکنیم از اولین گزینه که چیزی هم شده، بتمن انیمیتد سریز یا همون پویانه‌های بتمن که نسخه قدیمی طورش هم هم هلوشا خیلی دوستش داشتم، خیلی هم خوب بود نسبت به زمانش. از 10 بخوایم بهش نمره بدیم من 9.1 میدم. الان یه اومد گفتم 9.1 چون 10 کافی هم نمیدم، حالا 9.1 خیلی خوبه. بعدی سخت شد. سیمپسون ها بخش داستانی باحالی داشت، اصلا خیلی خوب بود. سیمپسون ها اونم 9.5 واقعا خیلی خوب بود سیمپسون. هم بخش سینماییش، قسمت سینماییش، سریالش که چند قسمت بود، حالا پیشگوییاشو به کنار میذاریم تا وارد ویدیو نکنیم. آبشار جاذبه عالی، اصلا من عاشق این سریالم، همه چیش خوب بود، ایلومیناتیش زیاد بود. 9.9 اصلا نه کسی 10 میدم نه زیر 9 راحت پیش. آواتار آخرین بادافزار، آواتار هم خوب، من خیلی قسمت زیادی ازش ندیدم ولی با این وجود بازم خیلی دوستش داشتم، اما این 8.5 میدم. از اول تو ذهنم نگه داشته بودم، به محض اینکه از آبشار جاذبه در اومد گفتم 8.5 بدم با آواتار. بعدی ریک و مورتی اصلا خیلی خوب بود، سریال خوبی بود، بخش خوب بود کلا، نمیدونم چی بگم دربارش دیگه، خودم موندم چی بگم. 10 که نمیدم، 10 خیلی خوب نیست باشه واسش، شاید تا آخر پارتا 10 ندم به هیچ کدومشون. ولی من از الان بهتون بگم که این پارت چون پارت اوله و یه سری توضیحاتی قرار بود توش بهتون بدن، واسه همین در قالب این لانگ ویدیوه. بقیه پارتا قراره در صورت شورت ویدیو باشن که خیلی زود ما بهشون نمره میدیم و پارت اول واسه این که بهتون توضیح بدم این لانگ ویدیوه. حالا بریم سراغ ریکو مورتی، چه نمره به این بدیم؟ 9.8 اینم میدم به ریکو مورتی. دیگه همین دیگه، شما بگین که توی پارت بعد چی رو بیاریم. امیدوارم حالتون خوب باشه، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا پارت بعدی بدرود.